8 فوریه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه باباجان غفورов ولایت سوخت کارخانه مبل براری جمعیت دارای مسئولیت محدود ستاره سوخت را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه نوی صنعتی در دایره هدف چهارم استراتژی صنعتی کنانی با سرعت کشور و سالهای رشد صنعت سالهای 2022-2026 از جانب صاحبکار وطنی فرقت ددبایوف با خرج 1.5 میلیون سومانی بنیاد و با تکنولوژی معاصر مجهز کرده شده است. با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه نوی استحصالی 30 نفر از جمله بانوان محلی با شرایط خوب کاری و معاش بلند تامین گردیدند. مساحت عمومی انشاءات نوی صنعتی 1.5 هکتار را در بر گرفته بیناهای استحصالی و انبارهای محصولات خام و تیار آن در میدان 1100 متر مربع قامت افراخته است. در کارخانه نمودهای گوناگون مبل از جمله میز و کرسی، راحت کرسی، رخت خواب و جوان با صفت بلند استحصال کرده می شود. دستگاه و تجهیزات وصل گردیده در کارخانه مذکور از دولت‌های چین و ترکیه وارد گردیده آن را متخصصان محلی اداره می کنند. وظیفه اساسی این دستگاه از آن عبارت است که در روند استحصال مبل نقش مهم را می‌بازد. نازکی‌های این دستگاه را با پررگی از متخصصان ساحه از بر نمودیم. در آینده کوشش می‌کنیم که در روند استحصال محصولات با صفت وطنی عوض کننده واردات سهم خود را گذاریم. اشیاء خام برای استحصال مبل از جمله DSP، MDF، LDSP و فرنیتور از فدراسیون روسیه و ترکیه دسترس گردیده در اساس فرمایش و ذوق و سلیقه میزبان با شکل و اندازه و دیزاین معاصر محصولات با صفت وطنی عوض کننده واردات آماده کرده می شود. کارخانه امکان دارد که با استفاده از معاصرترین دستگاه ها در روند استحصال مبل در یک ماه 1000 متر مربع LDSP و MDF را کارکرد نماید. استحصالات کارخانه در مرحله اول برای تامین بازار داخلی روانه گردیده مسئولان در اساس دستور و مسئولیت‌های سرور دولت اقدام گرفتند که با بالا برداشتن اقتدار استحصالی صادرات محصولات وطنی را به کشورهای همسایه هم به راه مانند. با در نظر داشت هدایت و راهنمایی‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راهبریت کارخانه نوی صنعتی در ناحیه باباجان غفورov عزم دارند که در فرصت‌های نزدیک استحصال محصولات برای آماده کردن مبل از جمله DSP و MDF را در خود کارخانه به راه مانند تا اینکه امکانیت‌های موجوده در این سمت با ثمر استفاده گردند. کارخانه استحصالی مبل را ما صاحبکاران وطنی در دایره دستگیری‌های به‌واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ساخته به استفاده دادیم. استحصالات کارخانه ما در مرحله اول اساساً برای تامین بازار داخلی روانه گردیده است. در آینده نقشه داریم که در اساس دستور و مصلحت‌های امروزی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان اقتدار استحصالی را بالا برداشته برابری بیشتر کردن جایهای کاری صادرات محصولات خوش‌صفت را وطنی را به کشورهای همسایه نیز به راه درآوریم و در بالا برداشتن اقتدار صادرات مملکت سهم خود را گذاریم. طرح و دیزاین مبل‌های استحصالی کارخانه معاصر صنعتی از جانب متخصصان وطنی پیشنهاد گردیده اساساً با فرمایش ساکنان محصولات عوض کننده واردات آماده کرده می شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی با روند استحصال مبل در کارگاه استحصالی از گوشه نمایش محصولات تیار کارخانه دیدن نمودند. در نمایش تمام نمود مبل‌های استحصالی کارخانه معاصر صنعتی به طور وسیع معرفی گردید. اطلاع داده شد که ستاره سرخ دومین کارخانه مبل براری در ناحیه باباجان غفورov بوده. در اساس نقشه سالهای رشد صنعت در دوام 5 سال آینده در ناحیه 20 کارخانه نوی صنعتی از جمله در این سمت بنیاد کرده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اقدام صاحبکار وطنی را جهت سهمگذاری در راه رسیدن به هدفهای سالهای رشد صنعت، تامین صنعتی کنانی با سرعت کشور و دستگیری سیاست اجتماعی حکومت مملکت نمونه ارزیابی کرده مسئولان را برای استفاده پوره از امکانات و اقتدارهای موجوده در این سمت و فراهمسازی باز هم شرایط مساعد برای عملی سازی اقدامهای سازنده شرکت و کارخانه‌های بخش خصوصی موظف نمودند.